با درود دیگر برای به همه شما عزیزان، آنهایی که این لحظه ها در بخش مستقیم برنامه خبری نوبتی یا اینکه سرخط خبرهای روز رو تماشا دارند. حالا با وقت پراگ ساعت 10 است و من چون همیشه برای شما در چند دقیقه معلومات نو رو پیشنهاد میکنم وابسته به موضوعی که بعد از رسال 3 ساعت دیگر در بخش مستقیم در برنامه خبری تقدیم شما می شود و البته با علاوه باز چند موضوع دیگر. کартошкаи нав бо нархи нави дандоншикан тӯли чанд рӯзи ахир мавзӯи гарон шудани қимати картошка дар бозорҳои Тоҷикистон ба мавзӯи баҳс ва нигаронии хосу ом дар шабакаҳои иҷтимоӣ табдил ёфтааст. Корбарон бо гузоштани аксҳо аз бозорҳо дар бораи якбора ба боло ҷаҳидани нархи картошка норозигӣ мекунанд. Тавре мушоҳидаҳои ҳамкорони мо низ нишон доданд ҳоло барои 1 кило ҳосили нави картошка савдогарон аз 10 то 15 сомонӣ мепурсанд. чаро ин нави сабзавот дар баҳори имсол чунин нархи баланд дорад? дар برنامه خبری تماشا کنید. ضمناً حکومت تاجیکستان هفته گذشته در یک جلسه فوری گسترش کرونا ویروس در جهان و تاثیر آن بر رشد اقتصاد را بررسی کرده. پرزیدنت امالی رحمان بر رهبران ولایت و شهر و نویه‌ها دستور داده است که میدان کشت کارتوشکا را زیاد کنند. ماه رمضان در تاجیکستان امسال 24 اپریل آغاز می شود. در این باره روز سه‌شنبه یعنی امروز قرار شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان صادر گردید. شورای علمای تاجیکستان قبلا قرار کرد که در ماه رمضان برگزار نمودن هر گونه جماعت، تراویح، افطار، عیدگردک و دیگر معرکه ها منع کرده شود. شورای علما اون زمان گفته بود که یعنی دخترش 17 اپریل گفت که این شرایط تا زمان بهبود یافتن وضعیت وابسته به کرونا ویروس در جهان ادامه خواهد کرد. در همین حال بعضی از کشورهای مسلمان نشین زیر فشاری افزاینده روحانیان قرار گرفتند که نمیخواهند مسجدها در این زمان بسته شوند. از جمله در پاکستان بعضی از روحانیان از اجرای دستور برای بستن مسجدها و رعایت فاصله گیری از همدیگر سرپیچی کردند. عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته است طرفدار باز ماندن مسجدها در وقت رمضان است، ولی به ملاها و مردم توصیه داده است هنگام عبادت فاصله ضروری را رعایت کنند. در ایران باشد که ویروس کووید 19 به آن بیشتر از هر کشور دیگری خاورمیانه سیریت کرده است، رهبر عالی کشور آیت الله علی خامنه‌ای از مردم خواست که در ماه رمضان در خانه‌هایشان عبادت کنند. یک ساکن 17 ساله را از ناحیه نورآباد خاک وحشی به هلاکت رسانده است. مومنشاه توکل برادر ظاهره به رادیو آزادی گفت خوگ روز 10 مارس به خواهر تنهایش که به خانه یکی از دوگانه‌هایش میرفت حمله کرده است. در آن روز بارانی در دهه کم‌آدم ظاهرا کسی در نزدیکی آن نبوده است که به کمک ظاهره توکل برسد و او را از دندانهای تیز خاک وحشی که در تاجیکستان آن را خوبی یابویی هم مینامند نجات بدهد. در دوستانی ناحیه نورآباد هم به رادیو آزادی گفتند که در واقع ظاهره توکل در نتیجه حمله خوگ وحشی هلاک شده است. مرگ دختر 17 ساله از دست جانور وحشی والدان ظاهره جوانمرگ را ماتم زده و اهالی جماعت موج خرف را مشوش کرد. ساکنان چند دهه این جماعت شکایت دارند که نسل خوگ وحشی در این منطقه کوهستانی زیاد شده است و حالا هنگام گشت و گذار آنها کوشش میکنند تنها نباشند. به قول ساکنان آنها در گذشته به مقامات مراجعت کردند که برای کاهش سرشمار جانور وحشی چاره بیاندیشند و زیارت‌های آنها را از خرابکاری خوگان و فرزندانشان را از خطر دندانهای آنها امین نگه دارند. مقامات فقط اجازه دادند که ساکنان برای پیشگیری از خطر میتوانند خوک‌هایی را که به محل زیستشان میآیند نابود کنند. در مجموع شکاری به اجازه این جانوران در تاجیکستان ممنوع میباشد. مرکز ملی تحصیل تاجیکستان مهلت ثبت نام داوطلبان مؤسسه‌های تعلیمی کشور را از 16 اپریل تا آخر همین ماه دراز کرده است. یکی از سبب‌های این تصمیم فراهم کردن شرایط دانشجو شدن برای داوطلبانی بوده است که می‌خواستند در دانشگاه خارجی تحصیل کنند، ولی خروج بیماری کووید 19 در جهان به این نقشه داوطلبان خلل وارد کرده است. سال جاری نقشه قبول داوطلبان به مکتب‌های عالی و میانه کسبی تاجیکستان کمی بیشتر از 80,000 نفر مقرر شده است. حالا در میان داوطلبان کدام اختصاص‌ها سرطلبند بعد 3 ساعت دیگر در برنامه خبری برای شما معلومات خواهیم داد.
و در حالی که بازی‌های فوتبال در سراسر جهان موقتا قطع شدند، فوتبالبازان و مخلصان زیاد از کشورهای گوناگون رقابت‌های فوتبال تاجیکستان را تماشا می‌کنند و بازیگران تاجیک به آنها پیام و آرزوی شفا تقدیم می‌کنند. اما با تصمیم فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بازی‌ها در ورزشگاه‌های کشور به حضور تماشاگران دایر می‌گردند. هواداران فوتبال بازی‌ها را طریق تلویزیون تماشا می‌کنند. مسئولان باشگاه‌های فوتبال تاجیکستان می‌گویند به تماشابین دایر شدن بازی‌ها مسئولیت آنها را در بخش پیشگیری هیئت دسته از سرایت کرونا ویروس کم نمی‌کند. گزارش خواهیم داشت در این باره. بینندگان عزیز، و البته طوری گفتم برنامه خبری ما بعد از 3 ساعت دیگر شروع می شد و تا آن زمان باز چند موضوع دیگر نیز هست که همکاران ما در اطراف آن فکر میکنند، نظرها رو جمع می‌آورند و فکر میکنم ما در برنامه خبری میتونیم این مطلب رو نیز پیشنهاد شما کنیم. تشکر میگم که ما رو تا این لحظه تماشا کردید. منتظر همه شما خواهیم بود در بخش مستقیم. روزی با برار داشته باشید.